کهن الگوها یا زخم‌های دوران کودکی و نقش آنها در تعارض‌های زوج. شناخت ساختارهای کهن الگویی روان مثل مادر، پدر، کودک قربانی نجات دهنده که در ناخودآگاه ما زندگی می‌کنند، اینکه چگونه این نیروهای درونی در روابط زوج به طور ناخودآگاه نقش ایفا می‌کنند و تعارض را پیچیده‌تر می‌کنند. ما فقط با یه نفر زندگی نمی‌کنیم، با تمام گذشتمون زندگی می‌کنیم. وقتی وارد یه رابطه میشیم فقط با یه انسان در حال تعامل نیستیم، بلکه با شخصیت‌های درونی، کهن الگوها، خاطرات، زخم‌ها و نقش‌هایی که سالها با آن زندگی کرده نیز روبرو میشیم. در تحلیل روان ژرف میگه هر فرد مجموعه‌ای از نقشه‌های ناخودآگاه داره که در لحظات استرس، تعارض یا صمیمیت ظاهر میشه. حالا این کهن الگوها چی هستند؟ تصاویر یا نقش‌های بنیادی که در روان جمعی و فردی بشر ریشه دارند. یونگ میگه اینا جهانی هستند، رو از ازل و در همه جای جهان وجود دارن، بسته به فرهنگ نیستن. در روابط زوج کهن الگوها گاهی همدست صمیمیت میشن، گاهی هم عامل جدایی. کهن الگوهای فعال در روابط زوج: کودک زخمی همیشه منتظر مراقبت است، زود رنجیده خاطر میشه، نیازمند توجه، نوازش و اطمینان. در تعارضات خودش را قربانی میبینه. هیچ کس من را درک نمیکنه، تو هم درکم نمیکنی. ناجی، نجات دهنده، میخواد طرف مقابل را درست تغییرش بده، نمیتونی رنج شریکش را تحمل کنه. کنترلگران است اما از روی محبت دخالت میکنه. در ظاهر قوی اما در باطن میترسه که رها شود. قربانی، احساس بی‌قدرتی میکنه، اغلب دیگران را مسئول وضعیتش میدانه، از روی ترحم عشق میطلبه، به جای درخواست سالم گله و شکایت میکنه، تو منو به این حال انداختی. پدر درون، مادر درون، نقش والد کنترلگر با انتقاد، تأخیر یا دستور دادن ظاهر میشه. الگو گرفته از والدین دوران کودکیه، گاهی باعث شرم، ترس یا انفعال در شریک میشه. تو همیشه خرابکاری